هیچ چیز را نگذارید که با بدی ها تمام شود و اصلا نگذارید که کسی با بدی ها تو را یاد کند. همان قدر یاری باش که پس از سالها، پس از چندین تهای پیدا کردنش نشیند و گوید وی دیگر بود، محبتی وی دیگر بود. با محبتتان آنچنان نوازششان کنید که حتی تصور کردن نتواند که اینقدر زیاد دوستشان می‌دارید. محبت دیگران است. محبت را با پول خریدن نمی شود. از برای خدا این چی محبت است؟ این چی دوستداری است؟ هر روز عمری ما کم می شود، اما ما یاد نگرفتیم محبت کردن را با شخصان دیگر. اما یاد نگرفتیم. محبت در دیگران است. می سوزاند، آدم را بیمار می کند. محبت این است. بالاخره یک روز زیر خاک می شویم. پس از رفتنمان می گویند که آدم خوبی بود، اما متاسفانه آن لحظه دیر می شود. دلمان از شما سیاه می رود. دلمان با سیاهی می رود. ما زیر خاک می شویم. شما باشید دیگران رو فند فریب کردن می گردید. آخر این فند و فریب شما روز سر خودتان را می خورد. می دانید آنچنان پشیمان می شود که حتی مشت به دیوار می زنید. دستانتان خونشار می شود. خودتان را گناهکار می شمارید، اما به گناه خود اقرار نمی شوید. حالا که شما می دانید آخر کارهای بد است، چرا با بدی ها نزدیک می شوید؟ چرا؟ نمی فهمم که محبت شما در چیست؟ محبت شما با بدی است؟ باهاش بد باشی، همان اولها بد رفتار کن تا دلش از تو سیاه شود. شرط نیست که با اولها با محبت همراه آن صحبت کنی، در آخر ترکش کنی رود. شرط نیست که آن را سوزانی. اگر 100 سالها گذرد مثل آن نمیابی. محبتی وی دیگر است، زیرا عاشقت است، دوستت می‌دارد. محمد جانی.